دوستان عزیزم سلام، بهنام رستمی هستم و امروز میخوام بهتون بگم که چجوری همچین برنج کته قالبی درست کنین که هم خوب دون بشه، هم خوب قد بکشه، هم تهدیگش مثل همین تهدیگی که میبینید جذاب و هوس برانگیز باشه. پس بریم که با هم یه برنج کته‌ای درست کنیم که به قول شمالیا بشه دونه های برنجش رو شمرد. اول توی یه قابلمه که باید حتما نچسب باشه 2 پیمونه برنج میریزیم. بعد برنجمون رو با آب سرد میشوریم. این کار رو هم خیلی آروم انجام میدیم تا برنجمون خورد نشه. 3 بار به همین صورت که میبینید میشوریمش و آبش رو عوض میکنیم. آب گرم عطر برنج رو کم میکنه، پس حتما از آب سرد استفاده کنید و در آخرم باید به اندازه 1 بند انگشت روی سطح برنجمون آب باشه. حالا برای 2 لیوان فرانسوی برنج 2 قاشق چای خوری نمک به برنجمون اضافه میکنیم، فقط در حدی که آبش بی نمک نباشه و میذاریم برنجمون حدوداً 2 ساعت خیس بخوره. بعد شعله گاز رو روشن و تا آخر زیاد میکنیم و برنج رو میذاریم روش و برای خوش رنگ تر شدنش هم نوک قاشق زردچوبه میریزیم توش. 2 قاشق هم روغن بهش اضافه میکنیم و خیلی آروم کمی همشون میزنیم. در قابلمه رو هم نمیذاریم تا با شعله زیاد آب برنج به جوش بیاد و قلقل کنه. وقتی روی سطح برنج با چشم دیگه آبی نمیدیدیم در قابلمه رو میذاریم و شعله گاز رو ملایم میکنیم، یعنی نصف حرارتی که تا الان داشت. وقتی هم آب برنج کامل کشیده شد، یعنی وقتی به قابلمه آب پاشیدیم جلز ولز میکرد، شعله رو کاملا کم میکنیم تا حدودا نیم ساعت برنجمون دم بکشه. حالا کی برنجمون آماده است؟ وقتی اطراف قابلمه به این صورت تهدیگ بست. ببینید تهدیگ دور برنج کاملا مشخصه و برنجمون آماده است و باید برش گردونیم. و این هم برنج کته قالبی جذاب ما. امیدوارم شما هم این روش رو امتحان کنید و از بهترین برنج کته در کنار انواع غذاهاتون لذت ببرید. و بهشت زیر دست آشپزهاست و بس نوش جانتون.